به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن هم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران و لقدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شما یک قصه به حد تأثیر بخش و هم تربیتی که درباره یک مرد قرضدار و نجات او نقل نمایم. قصه با گفتی اون برادری که روان کرد قصه واقعی بوده، یعنی که از اون حیاتی هر روزه گرفته شده. وقتی این قصه را تا آخر بنده مطالعه کردم بسیار تأثیرم کرد و خواستم که به شما نیز اونو نقل سازم. خب اگر در وقتی گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دیم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. مردی با سبب مشکل های زندگی از چند نفر قرضدار شد. چون مردمی قرضداده او را به تنگ آوردند، نزد سوداگری آمد و تا مدت معین به مقدار 500 دینار مبلغ قرض گرفت و آن را به دیگران تقسیم کرد. مدت قرض فرا رسید ولی حالت اقتصادی آن مرد به نشد. برعکس روز تا روز بد شدن میگرفت و خلاص. هرچند کوشش کرد نتوانست قرض سوداگر را ادا نماید. سوداگر مالش را طلب کرد ولی مرد چیزی نداشت که قرض را برگرداند. سوداگر به قاضی شکایت کرد. قاضی آنها را دعوت کرد. چون دانست که آن مرد چیزی دارا نیست و امکانات ادا نمودن قرض را ندارد، حکم کرد که مرد را زندان کنند. مرد گفت: جناب قاضی، به من تا بگاه فرصت بدی تا به اهل خانواده هم خیر خوش کنم. قاضی گفت: ای مرد، من که تو را زندان کردم، از کجا باور کنم که تو فردا به نزد من میایی یا اینکه نه؟ این مرد کمی فکر کرد و گفت: در خاطر دارای جناب قاضی، اگر موافق وعده خود من بر نگردم، از امت پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میستم. قاضی در چهره آن مرد نور ایمان و تقوا را دید، به او باور کرد و او را رها کرد. چون به خانه آمد به همسرش قصه حبسش و قاضی را نقل کرد. همسرش گفت: با شرافت پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم امروز آزاد شدی، بیا همراه با آن حضرت صلوات زیاد میفرستیم، شاید به شرافت آن ما را پر از این مصیبت الله تعالی آزاد نماید. تا دیرگاه همراه با صلوات و دعا مشغول شدند. چون به خواب رفت، در خواب پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت: ای مرد، به نزد فلانی شخص ثروتمند است، برو و او بگوی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایش سلام میگوید و امر میکند که قرض تو را ادا نماید. اگر باور نکرد بگوی که دو نشانه داری. اول اون است که او هر شب 1000 مرتبه بر پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد. دوم اون که شب گذشته در حساب صلوات خطایی کرد و فکر کرد که او 1000 مرتبه صلوات نگفته است، لیکن تو خبر ده که او کاملا رسیده است. چون مرد به نزد آن شخص رفت و امر پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را برایش رسانید و نشانه ها را گفت، آن شخص گریان شده برایش 500 دینار برای ادای قرضش و 2500 دینار دیگر از خرسندی عطا فرمود. روز دیگر مرد به نزد قاضی رفت تا به وعدش وفا و قرضش را ادا نماید. دید که قاضی دیدار او را با شوق و رغبت غیر عادی انتظار است. قاضی گفت: با برکت تو این شب من پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را خواب دیدم که به من گفت قرض این مرد را ادا نما، این 500 دینار را بگیر و قرضت را ادا نما. این لحظه سوداگری قرضداده از در آمد و آن مرد را به آغوش کشیده گفت: ای برادر، با برکت تو امشب پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم که به من گفت قرض آن مرد را عفو نما. قرضت را بخشیدم، باز این 500 دینار دیگر بگیر و به فرزندانت مصرف نما. همین طور مردی که 500 دینار قرضدار بود هم قرضش ادا شد و باز 3500 دینار مبلغ ثروت پیدا نمود.
از ابی ابن کعب روایت می شود که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید: ای پیامبر خدا، اگر همیشه بر شما صلوات بسیار فرستم چه می شود؟ پیامبر خدا گفتند: همه مشکلاتت کشاده و گناههایت بخشیده می شود. روایت ترمذی، احمد و ابن ابی شیبه. برادران و خواهران القدر، چون که در سبتهای پیشین نیز گفته بودیم، بر روحانیت پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چقدر که می توانیم صلوات فرستیم، زیرا در وقتی که نام پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را می شنوین، حداقل یک مرتبه صلوات فرستادن برگردن هر یک ما و شما فرض عین حسابیده می شود، زیرا خداوند متعال در قرآن عظیم الشان می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی خداوند و ملائکه ها به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستند. پس ای شخصانی که ایمان آوردید به حبیب خدا صلوات فرستید. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را در حفاظت خودش نگه بداره و از راه خطا و از کار خطا، از فتنه شیطان لعین در حفاظت خودش نگه داشته، آخرتی کاری هر یک ما و شما را به خیر گردانه و در خاندان ما و شما همیشه فیض و برکات و لطف و کرم خویش را دریغ نسازد الهی.